وصیت 52 دعای از قرض رهایی یافتن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: ای معاذ، آیا دعای را تعلیمت بدهم که اگر آن دعا را بخوانی بر ذمه‌ات اگر مثل کوه قرض باشد خداوند آن را ادا نماید؟ ای معاذ، بگو: بار خدایا، ای خداوند پادشاهی، به هر کی خواهی پادشاهی میدهی و از هر کی خواهی پادشاهی را باز میگیری و هر کی را خواهی ارجمند میسازی و هر کی را خواهی خوار میسازی. نیکی به دست توست، به درستی که تو بر همه چیز توانایی. شب را در روز میدراری و روز را در شب میدراری و زنده را از مرده بیرون میآری و مرده را از زنده بیرون میآری و هر کی را خواهی بیشمار روزی میدهی. بخشنده دنیا و آخرت، بخشاینده آنها کسی را که خواهی دنیا را عطا می نمایی. تو رحمم می نمایی، پس به رحمت رحمم نما که به آن از رحمت دیگران